همین چون همین نفرهایی که سنت های ترک میکنن برای همون یک برنامه میکردید یا داشته باشید پیشتر همون روان میکردید؟ درباره ترک من درباره سنت ها صحبت داشتم. خواهر مطربه شاید بخبر هستید، دربارش داشتم و ترک سنت ها هم گفته بودیم که سبحان الله همه صحابه ها از پای سنت بودن. امروز زمانه شد که ما سنت گویان همه چیز رو ترک کرده ایستادیم. گویا که سنت یک چیزی چی است، یعنی بیهوده است. اگر سنت که سنت از پیامبر با پیامبری آن را انجام دادن، چرا دیگران انجام نمیدهند؟ و قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، میگوید الله اگر شما الله را دوست بدارید مرا پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد. دوست داشتن پیامبر، دوست داشتن الله، انجام دادن سنت پیامبر است. هیچ کس نمیتواند بگوید من پیامبر را دوست میدارم و سنت پیامبر را انجام ندهد. صحابه ها یعنی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حتی درختی که پیامبر در زیرش نشسته بودن در زیر آن رفته می نشستن که اینجا جای پیامبر نشستگی هست، اینجا را پیامبر نشسته بودن. و یعنی من خودم شخصا اونهایی که سنت رو ترک میکنن یک چیز میگویم که تقوا ندارن از اینکه از خدا، یعنی تقوای الله در قلبشان کم است. و همون گونه که با عجیبش این است که اونهایی که سنت رو ترک میکنن اکثریت خود را اهل سنت گویان در همه جا داد و فغان میکنن. ما پیروی سنت هستیم، ما اهل سنت هستیم. اهل سنتی که سنت رو ترک کرده است. سبحان الله. و یکم کجا بودن خواهری که سوال دید گفتم؟ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله. فرمایید خواهر سیده. رضا جان درباره همین ختم کردن قرآن بر پیغمبرمون برای مرده ها یا برای زنده بخشیدن یا برای خودت بخشیدن همین هسته؟ درسته؟ برای خودت بخشیدن شما هر کار ثوابی که میکنید خوی نخو به خودتون میرود. به خودم بخشیدن گفته نمیتونید چون که خودتون انجام دادید. برای پیامبر قرآن بخشیدن نیست در یگانجا، برای پیامبر صلوات فرستادن است. برای زنده ها هم قرآن بخشیدن نمیشود. عمل های صالح مانند روزه و نماز و خیر و قرآن و اینها هر یک کس باید خودش کند. یگانه حج را یک نفر یا بعضی از عبادت های هست، مثلا من میگم به جای من همین زکات من رو برده به فلانی رسان، یا خودم بیمار هستم میگم به جای من شما حج کنید. گویان از اینکه شرایط سلامتیم اجازه نمیدهد از نام من یک نفر رو پول داده حج میکنم، اما قرآن از نام من کسی نباید خوند. خود هر یک کس خودش باید قرآن را یاد گیرد. لیکن در مسئله به مرده ها بخشیدن در نزد جمهور علما، اکثریت علما ان شاء الله ثوابش رفته میرسد.